سلام برامکس، چطورین؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی جدید. بچه تو ویدیوی امروز یه ویدیو از کانال بن ازلارد براتون دوبله کردیم که قراره با رفیقاش، یعنی با 2 تا از رفیقاش، توی 40 تا استخر شیرجه بزنن. فرقش با استخرهای دیگه چیه؟ توش کثافته. اصلا نگم برات، باید خودتون ببینید. آخرین کسی هم که بیشتر از همه کثیف بشه وارد یه استخر کثافت‌تر از این استخر میشه. اصلا خیلی داغونه. من استخر آخریه رو ندیدم، منتظر بودم که شما بیاین با هم دیگه ببینیم. پس دکمه لایکو بزن، افتخار بده، سابسکرایب کن، نوتیفیکیشن هم بذار روی آل که یوتیوب ویدیوی جدید گذاشتیم بهت خبر بده. بریم ببینیم. پشت سر من یه عالمه استخر مرموز هست و ما هیچ ایده‌ای نداریم که داخلشون چیه. من و بچه‌ها باید توی تک تک این استخرها بیافتیم و در پایان ویدیو هر کسی که کثیف‌ترین باشه باید سخت‌ترین مجازات استخر مرموز رو تحمل کنه. استخرها ممکنه پر از چیزایی مثل ماهی گندیده، تله موش یا حتی ادرار گربه باشن. ما این چرخو میچرخونیم و هر عددی که بیاد باید استخری که اون شماره رو داره انتخاب کنی و مستقیم بپری. اگه بد باشه چی؟ 100% بده. خب کی اول میپره؟ چرا؟ 3 2 1 بزن. امیدوارم یه چیز گند باشه. چی؟ خب این یکی مال منه. خب روشو باز کنین. با 3 روش میتونیم وارد استخرها بشیم. آره، با صورت، با پشت و تکل بغل. خیلی خوب، آفرین، لخ شو. 3 2 1 بربری خوبی میشه. همه جا ماردی شد پسر. حالا که شما منو مجبور کردین اول برم، نوبت منه و من کم و انتخاب. چرا من آخه 6. خب من 6 رو انتخاب کردم. 3 2 1 وای نه خیارشو نه گند میدی. دعا میکنم خوب باشه. خب شماره 4 میخوام از اون تهی سمت راست شروع کنم. آره این دیگه چیه؟ خمیر اصلاحه. میخوام با شیکم برم توش. به صورتم نخورم. متاسفانه بازم نوبت منه. 10. یه شماره 10 اینجاست ولی دقیقاً جلوی، نمیتونم اعتماد کنم. دنبالم بیاین، میریم پشتیا. این 10 خوبه، من اینو میخوام. آره بالش، همه استخرها بد نیستن، فقط اکثرشون بدن. برو بریم. چه خوبه. 10. یه شماره 10 اینجا میبینم و فکر کنم داره منو صدا روشو میکنه. باز کن. چی؟ شنه در اون حدم بد نیست. لکو بگیر. برو تو خشکم چه نریز. تو اول شماره 7 که ببینم میپرم. اولین 7 دقیقاً اون گوشه. آره. حالا ببین الان خوشت میاد. آره کثافتا. 4. شماره 4 کجاست؟ اونجاست. نمیدونم چرا اومدم اینجا ولی همینو انتخاب میکنم. چی؟ وای خدای من، شیر فاسده. من تو شیر فاسد شیرجه میزنم، شما هم سابسکرایب کنی. شیرجه بزن. شما سابسکرایب کنی شیر چیه؟ من کلا میپرم. ساب کن رفیق، ساب کن. باید سابسکرایب کنی. 2. فکر کنم این 2 خوبه. خدا لعنتت کنه. لعنت. ماشمالو. خیلی عصبیم. این خیلی خوش شانسی. گفتت بشه. ماشمالو میخوای؟ نه. خب 7. این یکی ها میخواد. برو خود خوب باشه. اردک کوچولو اتفاقا خیلی باحاله. از پشت بیافتم از پشت. کثافتاش مونده. نه. یه شماره 9 تو ردیف دوم هست. اینه هاش نمیخوام بگردم، فقط همین. غیر از شیرجه زدن چیز دیگه ای حال نمیده. شیرجه بزن. تا دهنم پر پر شد. 6. همینه که اینجاست انتخاب کنم. ساردین. پسر من بعد اینجا قرار دارم، نمیتونم. فکر کنم بعد کات کنه. خیاشور ساردین رو هیچ جوره نمیشه جمع کرد. دختر عمرم پا بده. به درک با سر میرم توش. اینقدر بوی گند میده اگه صفحه گوشی رو بو کنین بوش رو حس میکنین. آره. برش دار. خدا این چرچرک زنده. خیلی خوشحالم که جای تو نیستم. عالیه. یه بنده خدا گناه دارن که باید برم روشون. حتما بعد 10 ثانیه اونجا بمونم. بله. چه غلطی دارم میکنم. مراقب باش لهشون نکنم. نه دیگه باید بپری. برش دار. یکی رفت تو شد. 5. من تو رو میخوام. سنگ میخوام با پشت برم و بعد این قطعا به ماساژ نیاز دارم. قراره دردم بیاد. کمرم. فکر کنم کمرمو شکوندم. حداقل کثیف نشد. یه چیز کثیف. همینو پیدا کردم. این خوبه. آره. احساس گوجه فرنگی.
حس یه هاتداگو دارم که لانونه. آفرین برید روش. چقدر تو رفیق خوبی هستی. کم از تمیزترینمون به کثیف‌ترینمون تبدیل شد، اونم فقط توی راه داره. بچرخون. 5. بذار من برات انتخاب کنم. وای خدای من، شاخهای خاردار. یعنی چیه؟ چقدر قرار دردن میاد؟ برو خداتو شکر کن که کثیفت نمیاد. برو بپر. ای آخ نابود شدم. خدا رو شکر من جاش نیستم. بزن بریم. 4. این 4ی که من انتخاب میکنم. چی؟ واو خاک ژله‌ایه. میخوام با پشت برم. میام خوش کمک شانسی. بزنه. خیلی حس خوبی داره. بهترین حس دنیا رو بزن داره. دهنت. رفت تو دهنم بابا. بریم بعدی. شماره‌های 10 تموم شدن. شماره 8 خیلی زیادن. میخوام اینو انتخاب کنم. رنگ این میتونه باعث بشه دریک از همه کثیف‌تر بشه. فنا رفتم. خیلی خوشگل شد. یه اثر هنری شدی. تشخیص این که کی کثیف‌تره داره سخت میشه. آخر ویدیو میفهمیم. پس با همون بمونیم. 9 اومد. این خیلی خوبه. آره ابر گیرم اومد. میخوام حالا به پشت بیافتم. یه وقت اوف نشی. میخوام کل روز توش بخوابم ولی باید این چالش رو تموم کنم. 2 اینو میخوام. آخ جون میشه توپ بازی کنم. برو مراقب باش. توپ بازی. 9 در اومد. بزن بریم. وای چیه این دیگه؟ تیشرت که روش نوشته بازنده. آره شاید تیشرت بازنده باشه ولی کثیفی‌ها رو میپوشونه. 3 اومد برام. اینو انتخاب میکنه. میکنم. چقدر بد باشه. نه چند باری شده پریدم رو تل موش و هر سریش افتضاح کامل بود. وای نه. آجی نگیره اونجایی که باید بگیره. همه جامو نیشگون گرفتم. داره خون میاد. داره خونریزی میکنه. این چالش بیش از حد انتظارمون درد داره. 1 اومد. آره دوباره باله. میخوام شیرجه بزنم. مرسی که همه باله شما به گن کشیدی. تو برام اومد. نمیدونم چرا انقدر هیجان دارم. به خودم فشار نمیارم. من برو که انتخاب رفتی. میکنم. اوه خدای من مایونزه. مایونز شوخی مشتاق گرفته. دیدن پریدنشی. 3 2 1. چه صدایی داره. برم کن. 1 اومد برام. این 1 میخوام. ای بابا قبل از اینکه برش دارین میپرم توش اصلا. منصفانه نی. پولدار شدم. 1 تموم شدن. قشنگ باش ببینیم مونده. چیه. کرانچی. آره. کرانچی خودش بد نیست ولی پودر روش روی کل بدنت خیلی بد. از بدترین کابوس هم بدتر. برای این یکی عقبکی میری. همه جام کرانچی چیزات موتوری دوست ای، داری؟ ولم حسابشو کنید. برسی. فکر کنم کرانچی رفت جایی که نباید میرفت. مبارکت باشه. چرا هر بار اینقدر ذوق میکنه آخه؟ من خیلی کثیفم. به یه چیزی نیاز دارم که یکم تمیزم کنه. پس لطفا یه چیز خوب باشه. برو بریم. چی؟ یخه بابا. توالت عادی بده ولی الان لااقل تمیزم میکنه. میخوام شیرجه تیشرت بذارم داری توش. دیگه. برو. تمیز شد. داره خودشو نیست میشوره. تمیزت بکنه. خیلی خوب بیام بیرون. 3 نوشیدنی انرژیزا نمیشه بخورمشون. نمیخوام شیرجه بزنم روش. راه دیگه ای به جز شیرجه نداری. برو شیرجه شیرجه بزن. شیرجه بزن. خیلی بد بود. بریم بعد. 2 میشه لطفا برم خونه؟ نه اصلا نمیخوام بدونم چیه. همزمان با پرش من روشو برداریم. چی؟ 3 2 1. این دیگه چیه؟ اسلایم بنفش. خیلی چیز گندیه. 2 تموم شدن. 4 اومد. دوباره هیجان دارم. چی؟ آبه. روغن بچه. گندش بزنم. روغن بچه است. وای خدای من. میخوام این بار با پشت بیافتم. آماده اید؟ نیافتی. 3 میخوای بدون اینکه بدونی چیه فکر بپری؟ خوبیه. 3 2 1. بهتر از این نمیشد. نایلون حبابدار. آره. 7 این چیه؟ آب و صابون؟ آب و صابون. آخ جون بزن بریم. این اصلا عادلانه نیست. بگیر که اومدم. عادلانه نیست. خب بزن که خودمو اینجا تمیز کنم. وایسا دست به من دیگه. هفتم تموم شد. خب 9 اومد. 100% قراره افتضاح باشه دوباره. خب میخوای بدون دیدنش بپری؟ آره 3 2 1. سازی بزرگ. از این بازی متنفرم. آخ. نوها تموم شدن. 3 میخوام بدون اینکه ببینم چیه عقبکی بپرم توش. چشامو میبندم نگین چیه. روشو باز کنین. وای خدای من. مطمئنم عاشقش میشی. 3 2 1. خاک. وای خدای من. چیه دیگه کن. بسه. الان حسابی کثیف شدم و این خیلی بده. 6 این چیه؟ من الان خاکی شدم ولی گل خیلی بدتره. خیلی میخوام تکل شیرجه‌ای بزنم. میگم وضعیتم گوهه یعنی این. کی گو خورد؟
تا حالا اینقدر دلم برای همون تنگ نشده بود. حداقل الان هیچی نمیتونه شوکمون کنه. آره سر وضعمو ببین. لگوه یه هارمونیکا اینجا. چه کنم باید بذاری دهنتو بپری توش. هرچی بیشتر دردت بیاد موسیقی بهتری تولید میشه. از اونجایی که درک امروز خیلی بلا سرش اومده منصفانه است که بخواد جفت پا بپره توش. با شکم نپری. اونطوری که بدتره. غلطی میخوای بکن. خب میخوام روشون را برم. برو خدای من. واقعا موسیقی خوبیه. دارم حالشو میبرم. دوباره 3 به سینه چی چسبیده؟ این سختی که بیا من کردم نبوده. همه جا تو گلی میکنم. نبود لعنتی. راستشو بخوای واقعا این بلا حقت من سر میخواستم برم توی این. حالا چی هست ها؟ قشنگ میچسبه. در حدی که فکر میکردم نرم نبوده شد. 3 باز کن ببینیم چیه. اوه خدای من. ادرار گربه. بچه شما حاضر بودین بپرین تو این کثافت؟ جیش چوب گربه گندی میده. پسر اینو چطوری جمع پوکس کردی؟ باید با شکم بپری. آجی رفت تو دهنش. تا آخر چالش من حال نزدیک کم بشم. 3 تموم شدن. 4 حس خوبی نسبت به یکی دارم. چی؟ این دیگه چه کوفتی ها؟ خدای من تویوپه. چرا زودتر نصیبم نشد؟ اگه میدونستیم یه تویوپ فرار این همه مدت اینجاست یکی برش میداشت و کل چالش ما رو میبرد. دریک بهش رسید ولی یه خورده همچین دیره. قراره خوش بگذره. الان دیگه بی مصرفه. نوبت منه. فقط 2 شماره مونده و دریک اینجا نیست ولی همچنان آخر ویدیو تو فینال هستش. 6 دوباره میخوام بدون دیدنش بپرم. به این چسبه. رفیق منو بیار بیرون. فقط یه استخر دیگه مونده و من همینقدر کثیفم. وای کلافه شدم چرا تموم فقط یه استخر دیگه مونده. شماره 8 دیگه دارم خسته میشم. روشو بکشین. تخم مرغای گندیده. بعد از پریدن کم تو تخم مرغای گندیده اجازه میدیم دنبال کننده هامون قضاوت کنن که کی کثیف‌تر و کسی که انتخاب شده میره بپره تو استخر. خب رفتم. اینم از وضعیت کثافت ما. حالا چند تا از اعضای کانال تصمیم میگیرن کی کثیف‌تره. اینم چند تا از اعضای کانال. تیم بشین و با هم مشورت کنین تصمیم بگیرین کی کثیف‌تره. لطفا من نباشم. ما تصمیممون رو گرفتیم. هر کیو انتخاب کنن باید بپره تو وحشتناک‌ترین استخر مرموز. آره خودتی. 3 2 1 سمت استخر مرموز. برو. دوبلیتو رو سابسکرایب کنید. من هر جور حساب میکنم استخر آخری اصلا من نبود چی بود توش. من کل ویدیو رو ندیدم آخرش ببینم چی شد. نفهمیدیم خلاصه. اگه شما فهمیدید بگید. دمتون گرم بچه‌ها. امیدوارم که از این دوبلم خوشتون اومده باشه. ویدیویی هم که رو صفحه میاد رو ببینید. اگه لایک هم نزدی لایکو بزن. منتظر باشید تا ویدیوی بعدی. خدافظ.